با سلام خدمت دوستان. یک کارت GSI داریم. مشکلی که براش اتفاق افتاده به محضی که تغذیه رو یا ساپلای رو بهش وصل میکنیم اتصال کوتاه میشه. اتفاقی که میفته منبع تغذیه رو اتصال کوتاه میکنه. حالا با توجه به اینکه قبلا نقشش در واقع کشیده شده، ما یه مشکلی تو بخش حفاظت ساپلای ورودی داریم. برای این کار ابتدا باید کاور پلاستیکی روی تجهیز رو ما دمونتاژ بکنیم که هستن دارن این کار رو انجام میدن. این از همینجا برم. بله. بعد از باز کردن کاور پلاستیکی ما در واقع به یک شیلد محافظ فلزی میرسیم و چون نقشه قبلا تهیه شده محلی رو که نزدیک هولدر در واقع خود GSI هست این قسمت ما این محدوده رو باید تراش بدیم جایی که مهندس داره مشخص میکنه. اینجا رو باید تراش بدیم تا به المان حفاظتی مدار یا بخش پروتکت ولتاژ ورودی دسترسی پیدا کنیم و بعد از رفع عیب میریم برای کالیبر کردن این کارت.